دوستای گلم، سلام. به کانال ساعت صفر خوش اومدین. قبل از شروع داستانمون رو لایک کنید و کانالمون رو هم سابسکرایب کنید و فراموش نکنید دکمه زنگوله رو فعال کنید تا از داستانهای واقعی جدیدمون با خبر بشید. بریم که داستان واقعی امروز رو بشنویم. بابام بزرگ فامیل بود و خونمون خیلی بزرگ بود. همه اقوام چه پدری چه مادری آخر هفته خونه ما جمع می شدن. هر کی هر چی داشت تو خونش می آورد و تا نیمه شب دوره هم جمع بودیم. ما دخترها بیشتر یه قله قل بازی می کردیم. خیلی خوش میگذشت. اصلا دوست نداشتیم پنجشنبه ها تموم بشه، ولی اون پنجشنبه با بقیه روزا فرق می کرد. وقتی رفتم هندونه رو از آب بیارم بیرون و قاچ کنیم، پسر خالم حبیب آروم صدام کرد. فکر کردم کارم داره. با صدای بلند گفتم با منی حبیب؟ رنگش پرید. دست پاچه با صدای آروم گفت برو هندونه رو بده و بیا تو زیر زمین تا کسی حواسش نیست. حبیب اینو گفت و غیب شد. هندونه تو دستم خوش زده بود. دل واموندم گفت الا و بلا باید بری ببینی حبیب چه کارت داره. هندونه رو دادم به مادرم و به بهونه اینکه گیر سرم کنار حوض افتاده برگشتم. نگاهی به اطرافم کردم. کسی اصلا حواسش به زیر زمین نبود. پاورچین با ترس بالاخره خودم رو رسوندم به زیر زمین. خیلی میترسیدم از اینکه کسی منو اونجا ببینه. میخواستم در باز کنم که یهو تو زیر زمین کشیده شدم. تا چشمم به تاریکی عادت کنه و ببینم کیه، 1000 بار مردم و زنده شدم از ترس. اینکه کسی هم صدامو نشنوه نمیتونستم داد بزنم. حبیب گفت نترس نرگس، منم. صدام به وضوح میلرزید. به تته پته افتادم. حبیب بدون مقدمه گفت میدونستی چقدر دوستت دارم؟ به زودی قرار زنم بشی. شوکه شدم و با خجالت گفتم چی میگی؟ مگه تو نشون کرده ای سهیلا دخترموت نیستی؟ آهی کشید و گفت من این حرفا رو قبول ندارم. من از وقتی فهمیدم زندگی چیه و دوست داشتن چیه عاشق یه نفر شدم، اونم تویی. گفتم پس سهیلا چی؟ گفت من و تو که نشون کنیم اونم میره پی زندگیش. من به سهیلا قول و قراری ندادم. الان یه سالی هم هست به مادرم میگم نمیخوامش رو بره بهشون بگه. گفتم خاله چی میگه؟ گفت از این حرفایی به درد نخور. حرف مردم چی میشه و ما آبرو داریم. ولی هنوز بهش نگفتم تو رو میخوام. باید اول تکلیف سهیلا رو معلوم کنم. ولی تو هرچی شد به پام بمون. شاید قضیه سهیلا مجبورم کنه که به خاطر عموهام یه مدت برم جای دیگه، ولی تا برگشتم خودم میم خواستگاری. اگه راضی نشدن با هم فرار میکنیم. با شنیدن اسم فرار هین بلندی کشیدم و گفت چیه؟ گفتم فرار؟ نه، بابام نابودم میکنه. میشناسیش که؟ گفت نه ترس. گفتم اگه خانوادت راضی نباشن این کارو میکنیم. حالا برو بیرون، منم بعد تو میام. نگام همچنان بهش بود. خواستم برم که گفت وایسا. دست کرد تو جیبش و یه دستمند که با هسته خرما درست شده بود و گرفت سمتم و گفت بگیرش، واسه تو درستش کردم. این باشه نشونه عشق من و تو. با خودم عهد بستم شبی که به وصال تو برسم تا صبح بشینم و لنگه اینو برای خودم درست کنم تا هر دومون ازش داشته باشیم. دستمند رو ازش گرفتم و براش دستی تکون دادم و پاورچین از زیر زمین رفتم بیرون. همه سرشون گرم بود. چند بار نفس عمیق کشیدم و دلواپس رفتم تو جمع. هرچند مطمئن بودم کسی منو ندیده، ولی مدام فکر میکردم الان یکی فهمیده. دل تو دلم نبود. مامانم تا منو دید گفت رفتی گیره مو پیدا کنی یا بخری؟ کجا بودی 2 ساعته؟ گفتم نتونستم پیداش کنم، داشتم تا الان دنبالش میگشتم. مامانم سینی که هندونه‌های قاچ شده توش بود و گرفت سمتم و گفت بگیر بچرخون. سینی رو برداشتم، یه دور چرخوندم و رسیدم سمت خاله اکرم و دختراش. کنار هم نشسته بودن و مشغول بافتنی و بگو بخند بودن. سینی رو گرفتم سمت خالم. بافتنیشو کنار گذاشت. یه قاچ هندونه برداشت و گفت ایشالله عروسی. مامانم با صدای بلندی گفت ایشالله ایشالله. مامانم اعتقاد داشت 17 سالم و از وقت ازدواجم دیگه گذشته. با این حرف خالم تپش قلبم رفت رو 1000. خاله دوباره گفت بعد بله برون حبیب به همسایه‌مون قول دادم که رضایت پدر نرگس رو بگیرم که واسه پسرشون رضا بیان خواستگاری نرگس. مامانم با قاطعیت خیلی سریعی گفت اگه مقبول باشن چرا که نه. خواهر دیگه وقتش دختر منم عروس بشه. خاله گفت همین دخترای منو ببین، 2-3 سالی از تو کوچیک‌ترم ولی رفتن سر خونه زندگیشون. همین الانش هم یکی از من میپرسه نرگس خواهرزادت عروسی کرده یا نه، خجالت میکشم بگم نه. میگن حالا چه عیب و ایرادی داره که تا این سه مونده ور دل مادرش. مادرم گفت آی گفتی خواهر، برام قصه شده قصه. همه زن و دخترایی که اونجا بودن یه صدا گفتن ایشالله که به زودی نرگس هم عروس میشه.
اون زمان دختر مجرد 17 ساله ترشیده محسوب میشد. خیلی حس بدی بهم دست داد. گفتم خاله جون درست دخترات زود ازدواج کردن ولی خوشبخت نشدن. مهم اینه آدم با یکی ازدواج کنه که خوشبختش کنه. با اون حرفم همه جا سکوت شد. خالم دست باچه شد. هندونش رو تو بشقابش گذاشت و گفت ور پریده، کی گفته دخترای من خوشبخت نیستن؟ نگاهی به کوبلن تو دستاشون کردم و گفتم اگه خوشبخت بودن که صبح تا شب کوبلن نمی‌بافتن برای مغازه و بازار. دختر خاله هم رنگشون پرید. خیره شدم به مادرشون که چیزی بارم کنه. خالم با عصبانیت گفت خب تو عاقل باش، زن رضا باش. مثل دخترای من لازم نیست چشمتو بذاری رو کوبلندوزی. رضا و پدرش اونقدری دارن که برای 7 پشتشون هم بسه. به والله قسم اگه 2 سال پیش مادرش میگفت برای رضا دنبال دخترم، یکی از دخترای خودمو میگفتم. الانم از خدات باشه که میخوام شوهرت بدم. به خودت باشه حاله ها باید بشینی ور دل خواهر بیچارم، وگرنه کسی پیدا نمیشه تو رو بگیره. خالم تا اینو گفت صدای خنده دختر خاله هم بلند شد. قلبم شکست. ناراحت برگشتم که از سرشونم نگاهی به مادرم بندازم که دیدم حبیب داره با صدا دستش به مادرش اشاره میکنه. اشکام بارید رو گونم. دختر خالم حبیبو دید و گفت مامان داداش باهات کار داره. منم با گریه دویدم سمت خونه، اما دمپایی پلاستیکیم سر خورد و رو زانو افتادم. سری بلند شدم و دویدم و از پله ها بالا رفتم. اونقدر غصه‌ام زیاد بود که زخم زانوم به چشمم نمی اومد. رفتم اتاق مادرم، تنها اتاقی که تو تاقچش آینه و شمدونی نقره بود. تو آینه خیره شدم به خودم. با خودم زمزمه کردم آخه من که زشت نیستم. بعدم نشستم یه گوشه و زدم زیر گریه. جوری گریه می‌کردم که هر کی میشنید فکر می‌کرد اتفاق بدی افتاده. زار می‌زدم. حس بدی داشتم. مدام صدای خنده‌های دخترام میپیچید تو سرم. بالاخره در چوبی اتاق مادرم باز شد. مامان اومد کنارم نشست و گفت قربونت برم چرا گریه می‌کنی؟ با همون گریه گفتم مامان به خدا من زشت نیستم، چرا بهم خندیدن؟ چرا گفتن یکی نمیاد اینو بگیره؟ من انقدر بدبختم که خاله برام شوهر پیدا کنه. همش تقصیر توئه. مامان بس کن که پیش همه گفتی من خواستگار ندارم، اسم رو من گذاشتی. مادرم گفت نجمه خواهرت خواستگار داره، پدرت بله رو بهشون بگه پا رو بختت گذاشته. میگن نرگس چه عیبی داشته که خواهر کوچیکشو گرفتن اونو نه. لجبازی نکن، بذار رضا بیاد خواستگاری ببینیم چی میشه. تو که دوست نداری ترشیده بشی. یکم مکث کردم و گفتم آخه مامان حبیب منو دوست داره. مامانم محکم کوبید دهنم و نگران نگاهی به سمت پنجره انداخت و گفت ساکت، این حرفو دیگه نزنی یا. این حرفو از کجا در آوردی؟ اون زن داره. گفتم زن نه نشون کرده. گفت به هر حال اونا قول و قراراشون هم گذاشتن. خالتم این بافتنی که میبینی داره میبافه واسه سهیلاست. عاشق عروسشه. میگه تو کل فامیل کسی مثل سهیلا خوشگل نیست. خیلی جمال پرسته. خواهرم خبر نداره از اخلاق گند سهیلا و مادرش. فقط میگه خوشگل باشه. تو هم دیگه این حرفو نزنی ها. فردا پس فردا اینا عروسی میکنن. اصلا چرا فکر میکنی حبب تو رو میخواد ها؟ اشکم دوباره جاری شد. گفتم خودش گفت. مامان به جون آقا جون خودش گفت. امشب بهم گفت میخواد با سهیلا به هم بزنه به خاطر من. مادرم گفت حسابشو میذارم کف دستش پسرای بی فکر. این اراجیف چیه بهت گفته؟ خالت بشنوه دودمانمونو به باد میده. نباید کسی بفهمه. بابات بفهمه یه پسر بهت گفته دوستت دارم، اونم یه پسر نشون کرده نابودت میکنه. میدونی که. گفتم به خاله چیزی نگی و گفت اگه میخوای نگم خودتو برای خواستگاری هفته بعد آماده کن. بذار این پسرم اگه هوا برش داشته از سرش بیفته، وگرنه قیامت به پا میشه. منو با خواهرم دشمن نکن، تو که میدونی چقدر بد اخلاقه. گفتم باشه. گفت قربونه دختر خوشگلم بشم. شنیدی که خانواده پسره خیلی پول دارن. نجمه نامزد بشه تو میمونی تو این خونه و میشی کلفت خواهر برادرات و بچه هاشون. پس لگد به بختت نزن. مادر کاش مادر بودی میفهمیدی چی میگم. الانم بلند شو و صورتتو یه آب بزن و بیا پایین. میگن شاه فرار کرده، دارن تلویزیون میذارن تو حیاط. بیا ببینیم چه خبره. بیا مادر بلند شو. چشمی گفتم و بلند شدم. ولی تا خواستیم از اتاق بریم بیرون حبیب سر راهمون سبز شد. مامانم با دیدنش محکم کوبید رو صورتش. سری بهم گفت تو برو مادر. در حالی که یه نگام به حبیب بود رفتم سمت در که حبیب مانع شد. مادرم با حالت خفه داد زد ولش کن، چرا داری بدبختم میکنی؟ چی میخوای پسر؟
مگه مادرتو نمیشناسی؟ چرا میخوای یه صرف گفتای مادرتو بشنوم؟ برو، نه خودتو تو درد سر بنداز نه من و دخترمو. حبیب رفت سمت مادرم. گفت خاله تو رو خدا حداقل شما باورم کن. حرفامو بفهم. به کی بگم؟ من سهیلا رو نمیخوام. مادرم برای 2 شب دیگه قراره بله برون باهاشون گذاشته. یه کاری کن. دستم به دامنت. من نرگس رو میخوام. یه کاری کن. مادرم از خر شیطون بیاد پایین. مادرم گفت اصلا خواهرم از خر شیطون اومد پایین. پدرت چی؟ 15 سال نشون کرده ای سهیلایی. بعد 15 سال پدرت با چه رویی بره بگه پسرم نمیخواد؟ کسی از ترس پدرت سمت اون دختر نرفته. در حق اون دختر جفا نکن. قسمت این بوده پسرم. برو حرف مادرتو گوش کن. نرگس هم خواستگار داره. میره شوهر میکنه. هر کدوم میرید سمت زندگیتون. همه این حرفام همین امشب همینجا چال میشه. حبیب گریه میکرد. دلم براش میسوخت. مادرم سرم داد زد. هنوز که اینجایی؟ یالا برو پایین تا کسی نیومده. دیگه منتظر نشدم و رفتم سمت بیرون. دل تو دلم نبود. دوباره رفتم تو جمع دخترها. همه داشتن یه جوری نگام میکردن. ولی خودمو به خواهر کوچیکم سرگرم کردم. یکم بعد مادرم خنده به لب به جمعمون اضافه شد و همه این بار در مورد شاه و انقلاب حرف میزدن. ولی من تموم حواسم پیش حبیبی بود که به خاطرم گریه کرده بود. اون شب دیدم مادرم رفت کنار خالم نشست و نمیدونم چی بهش گفت که خالم با خوشحالی گفت فردا همینجا هم خونه ما جمع میشید برای سهیلا نشون ببریم و اخ کنون بگیریم. دیگه من دست عروسمو بگیرم و بیارم تو خونه و خیالم راحت بشه. بعد هم با صدای بلندی سمت مردا رو کرد و گفت نظرت چیه آقا اکبر؟ شوهر خالم هم دود غلیظ قلیون از گلوش بیرون داد و گفت تو کار خیر تأخیر جایز نیست. هرچی صلاح خانم، فردا یا پسون فردا فرقی نداره. خالم کل کشید و گفت قسمت همه مجردا مخصوصا نرگس خانم. همه دست زدن و قلب من دوباره سخت فشرده شد. یه هفته بعد حبیب و سهیلا توی مراسم بزرگ عقد کردن و شدن زن و شوهر. منم جلوشون مجبور شدم کل بکشم و سرشون نقل بپاشم. ولی اون شب تازه شروع ارتباط من و حبیب شد. اون شب به زور تشرها و چشم‌قره‌های مادرم بیشتر از همه کل کشیدم و خودم رو خوشحال نشون دادم. مادرم میگفت باید کسی بو نبره، باید خودتو شاد نشون بدی. اما حرفای اون شب حبیب همه ی وجودم رو تسخیر کرده بود. دیدن مردی که یه شب بهت قول زندگی و خوشبختی داد در کنار دختری که غرور از وجناتش میبارید کشنده بود. سهیلا مدام پشت چشم برای مهمونا نازک میکرد. خالم به قدری براش لباس و وسایل خریده بود که همه به پچ پچ افتاده بودن. همه حسرت میخوردن. 10 تا مجمع بزرگ فقط لباس بود. سهیلا 15 سالش بود. وقتی کنارش بودم حس حقیر بودن و کمبینی داشتم. خودم خیلی کمتر از اون میدیدم. اون به خاطر چشم و ابروی مشکی و درشتش حالا کنار کسی ایستاده بود که من بدون اینکه خودم بخوام عاشقش شده بودم که تو همون مدت کم خواب و خوراک ازم افتاده بود. شبا تو خیالم بارها و بارها با حبیب زندگی میکردم و خوشبخت بودیم. اون شب به اصرار مادرم من موندم که به خاله و دختراش کمک کنم. بند و بساط عروسی رو جمع کنم. وقتی که کمکشون کردم حبیب که دماغ یه گوشه ایستاده بود حساب کتاب میکرد خالم صداش زد و گفت مادر تا خالتینا نخوابیدن برو نرگس رو برسون خونشون. دست باشه گفتم خودم میرم خاله، نزدیک راهی که نیست. خاله گفت نه بابات بفهمه قیامت به پا میکنه. حبیب بلند شو. حبیب گفت زود بریم و من برگردم، خیلی خستم، میخوام استراحت کنم. خاله گفت آره زود بیا، فردا صبح زود برو خونه عمو. سهیلا دلگیر بود، میگفت تو بد اخلاق بودی. حبیب گفت من اخلاقم همینه، کلا خوب منو میشناخت، میدونست بد اخلاقم، زنم نمیشد. خالم گفت آروم مامان، پدرت این حرفتو بشنوه شر به پا میکنه، قربونت برم، زیر یه سقف که بری درست میشه. از خالم خدافظی کردم و سلانه پشت حبیب راه افتادم. خونه ما 3 تا کوچه پایین تر از خونه خالم بود. کوچه ها تاریک و پر از چاله چوله بودن. آهسته و با احتیاط قدم برمی داشتم ولی یهو افتادم توی چاله کوچیک. خیلی زود بلند شدم. حبیب نگران گفت خوبی؟ گفتم آره. دوباره راه افتادیم. با صدای پرغمی گفت کاش امشب تو کنارم بودی. چیزی نگفتم و سکوت کردم. حبیب دوباره گفت ولی نمیذارم کار به عروسی بکشه. اصلا سهیلا سر جای خودش، با تو هم ازدواج میکنم. این همه آدم 2-3 تا زن دارن.
گفتم همسایه‌مون 2 زن هوا هستن، هر روز کتککاری میکنن، خیلی بده هوا داشتن، فراموشش کن، برو زندگی تو بکن، تو الان دیگه زن داری. حبیب با ناراحتی گفت نگو، اعصابم خورد میشه. سر جاش وایساد و با غصه گفت تو باید مال من بشی. یه وقت خر نشی زن رضا بشی. آدم خوبی نیست، یه مدت دست کن، خودم میام خواستگاریت. یه فکرایی تو سرم دارم، فقط تو بهم وقت بده. لبخند احمقانه زدم و گفتم باشه، ولی من احمق مگه اراده ای از خودم داشتم که قول میدادم. رسیدیم در خونمون. گفت برو تو، ولی هر وقت به پنجره پشتیتون سنگ زدم بدون منمو بیا بیرون، باشه؟ هیجان زده گفتم باشه. آروم در خونمون رو باز کردم و حبیبم رفت. سرخوش داشتم میرفتم تو اتاقم که مامانم جلوی رو هم سبز شد. گفت به چه حقی با حبیب اومدی؟ رنگ از رخم پرید. گفتم خاله فرستاد، چی میگفتم بهش؟ گفت حرفی که بهت نزد نه؟ گفتم نه هیچی. خب اون دیگه زن داره، چه حرفی باید بزنه؟ گفت این خوبه که فهمیدی اون زن داره. رفتم سمت اتاقی که خواهرام خواب بودن. خواستم بخوابم که مادرم گفت تو مراسم امروز مادر رضا بود، خیلی تو رو پسندیده، مدام زیر گوشم قربون صدقت میرفت. شوهرشم تو مراسم مردونه رفته با آقات حرف زده، فردا شب میان خواستگاری. خشکم زد، همونجوری موندم. گفتم مامان زوده. گفت چی زوده؟ این که بعد 17 سالی که پیدا شده در این خونه رو بزنه زوده؟ در مونده نگاهی کردم و چشمو بستم. گفت فردا تا بیدار شدی میری گرمابه، حاضر میشی و یه دست لباس ترگل ورگل که خودم برات دوختمم میذارم تو بخچت. شنیدی چی گفتم؟ گفتم بله مامان. منم از خستگی خیلی زود خوابم بود. صبح با تکونای مامانم بیدار شدم. گفت پاشو لنگ ظهره. گیج و منگ بلند شدم. ناشتا نخورده مادرم بخشم و بهم داد و گفت برو گرمابه، برات نون پنیرم گذاشتم بخوری، برو که مریم سر کوچه منتظرته. تا از در خونه بیرون زدم خالم مریم اومد سمتم. همون قدری که من خواباله بودم اون سر حال و بشاش بود. گفت چرا دیر کردی؟ نمیدونی الان چقدر شلوغه؟ گفتم دیشب از خونه خاله دیر برگشتم، مونده بودم کمکشون. خاله نگاهی به اطراف کرد و گفت شنیدی سهیلا دیشب اومده پاشو توی کفش کرده که حبیبو نمیخواد؟ خواب از سرم پرید، چشمام گرد شد. با صدای دورگه و گرفته گفتم چرا؟ یعنی چی؟ از کی شنیدی؟ خاله گفت از من نشنیده بگیر، خواهرم بفهمه پوستمو میکنه. گویا نصف شب که سهیلا کلی گریه میکنه با پدرش میرن خونه آبجی. میپرسه سهیلا چرا اینجوریه؟ بهش چی گفتی؟ سهیلا میگه کسی بهم چیزی نگفته، فقط نمیخوام زن حبیب بشم. آبجیم گفت پدرش جوری سهیلا رو زده که ترکیده، تا دمدمای صبح خونشون قوقا بوده. حس میکردم همش خوابه. چند باری پلک زدم، همونجوری ماتم برده بود که خالم گفت دختر چرا راه نمیای؟ چرا وایسادی؟ گفتم خاله منم نمیخوام زن رضا بشم. خاله چشماش دو زد و گفت چیه؟ از سهیلا یاد گرفتی؟ نشنیدی؟ گفتم پدرش جوری زده که زمینگیر شده، تو هم کتک میخوای؟ مگه میشه دختر بگه نمیخوام؟ الان سهیلا گفت نمیخوام، چی شد به نظرت؟ قرار بوده عید عروسی بگیرم، پدرش از ترس اعلام کرده هفته بعد عروسی میگیرن. خیال خام نکن، کی بهتر از رضا؟ دوباره ناامید شدم و آروم راه افتادم و گفتم تو رضا رو میشناسی خاله؟ گفت آره، چند باری که رفتم خونه آبجی دیدمش، پسر خوبی به نظر میاد. گفتم چند سالشه؟ چه شکلیه؟ گفت 25-26 سالش میشه، موهاش بلنده و یه پیکان قرمز هم داره، خوش به حالت، سوار ماشین میشی و میتونی بگردی. عاقل باش، توی این محله 2 نفر ماشین دارن که یکیشون رضاست. گفتم آخه من دوستش ندارم، من میخوام با کسی عروسی کنم که دوستش داشته باشم. خاله گفت خوبه من هیچی نمیگم، پروتر میشی. یعنی چی دوستش ندارم؟ از خودت هم باید باشه، باید نظری هم بدی، همچین پسره میخواد بیاد خواستگارید. هولم داد و گفت برو دیگه، حسابی دیرمون شد. ساعت 4 عصر بود که خسته و کوفته بالاخره از گرمابه در اومدیم. خیلی تشنم بود. کنار باغ سر جاده چشمم به موتوراب افتاد که آب شور ازش میریخت. ذوق زده رفتم سمتش، دستامو زیر آب گرفتم و یه دل سیر آب خنک خوردم و تا خواستم بلند بشم یه پسر رو دیدم که جلوم وایساده. مشخص بود صاحب اون باغه. خجالت زده گفتم ببخشید. پسر یه کاغذ سمتم گرفت و گفت این برای توه. وحشت زده نگاهی به خاله که مشغول کندن پونه های کنار جاده بود انداختم و مضطرب کاغذ رو گرفتم.
هیجان زده بازش کردم که توش نوشته بود دیگه منتظرم نباش. بهت زده به پسره نگاه کردم. معنای نگاهم رو فهمید و گفت یه پسره به هم گفت بدمش به تو. بعد هم سریع دور شد. خشکم زد. کاغذ رو با بغض و عصبانیت مچاله کردم. چشمام پر اشک شد. خالم صدام زد و گفت بیا بریم دختر، حسابی دیر شد. تو دلم 1000 بار خودم رو لعن و نفرین کردم که چه ساده بودم که گول حرفای حبیب خورده بودم. من احمق و باش که پسر پولدار که ماشین پیکانم داره رو میخواستم ول کنم به خاطر پسر که حرفش از شب تا صبح 2 شده بود. دستامو از عصبانیت مشت کردم و همین لحظه برای ازدواج با رضا مصمم شدم. وقتی رسیدیم به کمک مادرم حاضر شدم که گفت تا اومدن اونا اینجا بمون. نمیخوام امروز کار کنیم. میخوام ببینن چه دختر ترگل و الگاری دارم. گفتم چشم مامان، فقط خستم، میتونم یکم استراحت کنم؟ گفت آره مادر، خودم میام بیدارت میکنم. فقط مراقب باش که لباسات چروک نشن. اونقدر خسته بودم که زود چشام بسته شد و تقریبا 2 ساعت بعد با صدای خوش اومدین بفرمایید بابام از جام پریدم. دست باچه رفتم سمت پنجره و تور سفیدش رو کنار زدم. یه مرد میان سال با کت و کلاه شاپو وارد شد. زنش هم کنارش بود. پشت سرشونم یه پسر قد بلند لاغر وارد حیاط شد. سریع تو ذهنم با حبیب مقایسش کردم. حبیب خیلی ازش سر بود. بی تفاوت سریع پرده رو کشیدم و اومدم یه گوشه نشستم. با استرس منتظر شدم. نیم ساعت بعد مادرم اومد و منو با خودش برد پیش مهمونم. اون شب حتی سر بلند نکردم که صورتشون رو ببینم. فقط صداشون میشنیدم. منتظر بودم اون مراسم عذاب‌آور تموم بشه. ولی مادر رضا انگار عجله داشت و گفت ما راضی، شما راضی، چه لزومی داره بندازیم یه شب دیگه؟ شوهر خواهر من ملاست. یکی رو میفرستم دنبالش، همین امشب محرم بشن. فردا صبح میام میبرمش واسه خرید عقد. منتظر بودم بابام مخالفت کنه ولی با صدای پر از خوشحالی گفت هرچی شما صلاح بدونید. و من همون شب بدون اینکه حتی صورت رضا رو از نزدیک ببینم زنش شدم. همه چی خیلی سریع پیش رفت. همون هفته عقد کردیم و 2 ماه هم نامزد بودیم که بابام تو این 2 ماه فرصت کنه برام جهاز جور کنه. سر 2 ماه با یه عروسی مفصلی راهی خونه بخت شدم. خونه رضا کنار خونه پدر و مادرش بود. مادرش گفت چون من از دور دنیا همین یه پسر رو دارم و بعد به دنیا اومدنش اجاقم کور شد نمیتونم ازش دور باشم. به خاطر همین خونه همسایه رو با 2 برابر قیمت اصلی ازش خریدم که پسرمون کنارمون باشه. برای من هیچ اهمیتی نداشت. حداقلش این بود که جدا بودیم. ولی خبر نداشتم که همشون یک کلید دارم. شب جشنم وقتی مهمونا رفتن، مادر شوهرم و خواهر شوهرش یعنی عمه رضا اومدن پیشم و حرفایی که مادرم بهم گفته بود و یه بار دیگه با آب و تاب برام تعریف کردن. از خجالت آب شده بودم. مادر شوهرم آروم گفت من باید قبل پسرم چکت کنم. با چشای گرد شده از تعجب یه نگاه بهش کردم. گفت خب رسممونه. داشتم از تعجب شاخ‌تر می آوردم که همون لحظه عمه رضا یه جوشونده آورد و بهم داد و گفت بگیر بخور. اینو هر کی شب اول عروسیش بخوره بچه اولش پسر میشه. بوی بدی داشت، خیلی بد. قدرت مخالفت نداشتم. به زور جلوی خودم رو گرفته بودم بالا نگیرم که مادر جون دوباره گفت باید رسم انجام بشه. گفتم مادر جون من روم نمیشه. گفت آخه رسممونه. وقتی نگاه کرد شروع کرد به کل کشیدن. حالم بد شده بود. میدونستم به خاطر اون جوشونده است که یهو مادر شوهرم از لباسم نباتی که مادرم داده بود و بیرون کشید. نگاهی به نبات و نگاهی به من کرد و یه سیلی محکم بهم زد. گفت کور خوندی. حتما مادرت بهت گفته این نباتو بعداً بندازی توی چای رضا ها که مطیعت بشه. کور خوندی. رو به عمه رضا گفت من بهت گفتم که این ایلو طایفه از این کارا میکنن. هنوز از زرنگی و کار مادر شوهرم تو بهت بودم که رضا اومد پیشمون. مادر شوهرم سریع بلند شد رفت سمت پسرش و نمیدونم چی بهش گفت و رفت بیرون. وقتی رفتن یه رضا یه نگاهی بهم انداخت. گفت چته رنگت پریده؟ مادرم انگار عصبی بود. چیزی بهش زدی؟ گفتم نه رضا. انگشت اشاره‌شو گرفتم سمتم و گفت حواست باشه مادرم خدای دوم منه. هر چی اون بگه درسته. هر کاری اون بگه صلاحه. فهمیدی؟ اون شب رضا به بدترین شکل ممکن کارشو کرد. دمدمای صبح بود که صدای عمش برای بار 3 بلند شده گفت
پسرم چی شد دیگه؟ رضا گفت اون دستمالو بده به عمم. گفتم نمیتونم، روم نمیشه. فریاد کشید و گفت میگم پاشو، یعنی پاشو. دست پاچه بدون اینکه به عمش نگاه کنم تحویلش دادم و گریم گرفت. پشت همون در نشستم و زار زدم برای آرزوی برباد رفتم، برای سیاه بختیایی که قرار بود داشته باشم. با ضربه در به اتاق چشممو باز کردم. نگاهی به اطرافم انداختم. صدای خور و بف رضا رو مخم بود. دوباره چند ضربه به در خورد و بدون اینکه فرصت پیدا کنم بلند شم در باز شد. مادر شوهرم گفت بیا مادرت صبونه آورده. با شنیدن اسم مادرم از جام پریدم. با عجله رفتم بیرون. مامانم یه مجمع پر لباس آورده بود و پر از مخلفات صبونه مخصوص. تا دیدم مهر زدم زیر گریه. مادر شوهرم مثل شمر بالا سرم وایستاده بود. مامانم مدام میپرسید چی شده. من فقط گریه میکردم. آخه میترسیدم پیش مادر شوهرم حرفی بزنم. به محض اینکه مادر شوهرم رفت، مامان نگران گفت چی شده؟ نباتو دادی به شوهرت یا نه؟ گفتم نه مامان. نه، مادر شوهرم میدونست. ازم گرفت و انداخت دور. مامان رضا پسر خوبی نیست. مامانم گفت آروم، زشته، پیش کسی دیگه اینا رو نگی یا شوهرته. عصبی شدم. گفتم شوهرمه، اشکال نداره منو بزنه. شوهرمه، اشکال نداره منو عذاب بده. مامان منو بدبخت کردی، سیاه بختم کردی. مادرم چشماش پر از اشک شد. گفت همه همینن، مدارا کن. مامانم یکم با هم درد و دل کرد و بلند شد و رفت. اون روز رضا دم ظهر بیدار شد. انتظار داشتم دوباره داد و بیداد کنه، ولی با مهربونی صدام زد. با ترس رفتم پیشش که گفت برام صبونه 2 تا تخم مرغ نیمرو کن. گفتم چشم. نیمرو درست کردم و سفره چیدم و رضا اومد نشست. نگام رو زمین بود. گفت دیشب من نوشیدنی زیاد خورده بودم، ببخشید. از شنیدن حرفش یکم آروم شدم. خیلی خوب بود که داشت ازم معذرت خواهی میکرد. به سختی بهش لبخند زدم. گفت سعی میکنم کنارش بذارم یا زیاده روی نکنم. اون روز رضا به هم وعده وعید خوشبختی داد. گفت تو فقط حرف گوش کن باشی، من دنیا رو به پاد میریزم. همیشه به هم چشم بگو. فقط با چشم و اطاعت کردن میتونی منو خر کنی. به خاطر همین سعی میکردم حرفش رو گوش کنم. ولی از همون روز به بعد کارای عجیب رضا شروع شد. هر بار کاراشو میکرد. مدام میگفت معذرت میخوام. منم دم نمیزدم. بعضی وقتا هم یه دمنوش عجیب بهم میداد که تا روز بعد بیهوش میشدم و درد عجیبی داشتم. چشمامو باز میکردم، دستپاچه دویدم توی دستشویی. حس میکردم هر لحظه یه چیزی میخواد از وجودم بیرون بیاد، ولی هیچی نبود. با حال افتضاح هم رفتم بیرون. همین که سر بالا کردم دیدم پدر شوهرم داره میاد. اومد سمتم و گفت چه عروس، رنگ برو نداری؟ گفتم نمیدونم چمه. رضا اصلا این روزا خونه نمیاد که مشکلمو بهش بگم. انتظار داشتم نگران شو بگه بریم دوا دکتر، ولی برگشت به در بسته نگاهی کرد و گفت انگار وقتشه، بریم تو. من چارش رو میدونم. رنگم پرید. گفتم شما مگه دکترید؟ پوزخندی زد و گفت دکتر نیستم، ولی میدونم پسرم چی کار کرده. گریم گرفته بود. گفت سر و صدا نکن. در همسایه ها الان سر و کله‌شون سر صبح پیدا میشه. اشکامو پاک کردم و گفتم چه اشکالی داره؟ مگه آدم نباید مریض بشه؟ با عصبانیت گفت همینجا میمونی، پاتم رو به دیوار میذار تا وقتی که رضا بیاد که چاره کار همینه. اینو گفت و در محکم بست و رفت. همین لحظه حس کردم یه چیزی ازم خارج شد و با خارج شدنش حالم خوب شد. وحشت زده داد خفه‌ای کشیدم. بلند شدم دیدم 2 تا بسته مشکی هر کدوم اندازه 4 یا 5 ساعت در حالی که آلوده بودن افتادن رو قالیچه. از ترس شروع کردم به گریه کردن. چشم ازشون بر نمی داشتم. اول فکر کردم جادو جنبله و کار مادر شوهرمه. بوی بدی هم میدادن. بالاخره جرأت کردم و یکیشون رو برداشتم. خیلی سفت بود، مثل یه تیکه سنگ. به سختی بسته ها رو باز کردم. داخل بسته یه پودر سفید بود. سفید ولی کدر. داشتم با تعجب نگاش میکردم که صدای در آهنی حیاط اومد. هول شدم و همش رو پشتی پرت کردم. صدای قفل در رو شنیدم. استرس داشتم. نمیدونم چرا فکر کردم بهتر خودم رو بزنم به بیخبری که رضا سراسیمه اومد پیشم. با دیدنش گریم گرفت و گفتم کجا بودی؟ گفت خوبی؟ آقام خبر فرستاد حالت خوب نیست. گفتم کجا بودی؟ چطور دلت میاد تنها بذاری و بری؟
گفت من دارم تلاش میکنم خوشبختت کنم. کارم اینجوریه دیگه، دست من نیست. نگران نباش، خوب میشی. بلند شدم و نشستم و گفتم از وقتی اون چیزا بیرون اومدن خوب شدم. رنگ از رخ رضا پرید. کوبید رو سرش و گفت چی گفتی؟ گفتم بهش که امروز چی شده. گفت کی این اتفاق افتاد؟ گفتم 1 ساعت پیش. سری بلند شد دوید تو حیاط. منم رفتم از پشت شیشه نگاش کردم. با نگرانی آستینشو داد بالا. یه پارچه پیچید دور دستشو، رفت سمت دستشویی. میدونستم داره چی کار میکنه ولی نمیدونستم بگم. دروغ گفتم. یکم بعد در اومد و گفت بدبختم کردی. نتونستی نگهشون داری؟ امشب باید تحویلشون میدادم. حالا باید چی کار کنم؟ بیچاره میشم. گفتم چیو باید تحویل میدادی؟ چیو من نتونستم نگه دارم؟ طول عرض اتاق رو یکم قدم زد و گفت جنس بودن. با شنیدنش یخ زدم. گفت یه نفوذی داریم که هر جا جاساز میکردید میرفت لو میداد. به خاطر همین مجبور شدم چند بار وقتی بهت دمنوش میدادم و بیهوش میشدی از طریق تو جاسازش کنم. ولی دیشب نتونستم بیام برش دارم. با شنیدن حرفاش حالم داشت به هم میخورد. رضا بدون توجه به حال من با عجله از خونه زد بیرون. همون لحظه طی تصمیم آنی به خاطر همه عذاب‌هایی که اون وقت کشیده بودم و کاری که بیخبر از من کرده بود رفتم و ازش شکایت کردم. به خانواده‌ام هم حق خبر ندادم که مانعم نشن. پلیس خونه مادر شوهرم و گشت و معلوم شد که شغل خانوادگیشون این بوده که اون همه دارایی دارن. هم پدر شوهرم و هم رضا دستگیر شدن. منم از رضا با کلی گرفتاری جدا شدم و برگشتم خونه. 2 سال بعد جدایی حبیبم از سهیلا با یه بچه جدا شد و دوباره ازم خواستگاری کرد. ولی بهش جواب رد دادم. نخواستم دوباره ازدواج کنم. ممنون که شنونده داستان زندگی من بودید. خوشحال میشم اگر راهنمایی، نظر یا پیشنهادی دارید که بتونه منو کمک کنه، حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. تجربیاتتون رو با من در اختیار بذارید و از طریق راههای ارتباطی که در دیسکریپشن نوشته شده با ما در ارتباط باشید.